حکاکی و حجاری شگفتی هر دو هنر چشمهای ارنیسا را به خود می‌دوزد. اما حکاکان هراتی که خود را میراثدار این هنر میگویند حالا از رکود هنرشان لب به سخن باز میکنند. خاطر حمید که از حدود 10 سال به این سو حکاکی کرده میگوید قدر هنرش تنها نزد شماری از گردشگران خارجی باقی مانده است. خاطره هنوز هم مایوس نیست و برای زنده نگه داشتن هنر خود دست و پا میزند. از سال 81 نزد استاد محمد داود نجفی روی می علم آموختم، یعنی هنر حکاکی. حدوداً 15 سال میشه که سرگرم هنر می باشم. خود هنر حکاکی پیشینه تاریخی داره که در گذشته ها استادایی بودن در افغانستان که این هنر بالاخره در افغانستان تولد شده، ولی در دیگه کشورها مثل روسیه و دیگه کشورهای جهان بانو امید طی 11 سال اخیر بیش از 1000 اثر هنری روی سنگ، چوب و مس حک کرده است. وی به مبل‌ها یا چوکی‌های مزین اشاره می‌کند که از دید خودش گرانترین اثرهای هنری او بوده و به ارگ ریاست جمهوری کشور اهدا کرده است. بانو خاطره 300 دانش آموز پسر و 200 دانش آموز دختر را در این حرفه آموزش داده است. پای فشاری مبایی بوده که من زنده نگه دارم این هنر، باعث افتخار بوده که اونا خوشحال می باشن که تا فعلا هم بالاخره این هنر زنده نگه داشته. مسئولان در اداره اطلاعات فرهنگ هرات که مکلفند تا همه هنرهای ارزشمند را حفظ و بستر رشد آنها را مساعد کنند، در پاسخ به گلایه‌های هنرمندان حکاک و حجار چنین میگویند: فنون هریوا که مکانش مربوط قلعه اختیارالدین و مربوط ریاست اطلاعات فرهنگ است در دسترس ایوانیات قرار گرفته و در اونجا فعالیت میکنند. در حقیقت خودش یک نوع حمایتی هست از هنرمندانی که در این فنون کار میکنند. دوره درخشان هنر حکاکی به زمان تیموریان و غزنویان برمیگردد. اثرهای ارزشمند این هنر نظیر جام طلای گوهرشاد بیگم در موزیم قطر و اثرهای دیگری هم در موزیم نیو مکزیکوی آمریکا در معرض نمایش گذاشته شده است. داشته باشیم در دوران عصر طلایی تیموریان در قرن 9 که بزرگترین شاهکار هنر حکاکی نه تنها قرن 9 بلکه میشه به روایت از گفته های محققان و پژوهشگران ما عنوان بکنیم که سنگ 7 قلم شما شاهکار بی‌نظیر هنر حکاکی بشر هست. حکاکی و حجاری هنرهایند که شهرت جهانی دارند. سنگ 7 قلم در زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری جهانی بودن این هنر را خوب میرساند. استاد شمس الدین و استاد کمال الدین حکاکان نامدار زمان تیموریان هرات این اثر ارزشمند را خلق کردند. آگاهان اما جایگاه حکاکی و حجاری را نسبت به گذشته ضعیف و کمرنگ میگویند. سنت تا امروز هست، تا امروز همین نوع حجاری ها داریم، ولی خب شاید اون کیفیت نباشه، ولی با همون سبک و سیاق امروز داریم. همکنون در هرات 3 کارگاه هنر حکاکی به نامهای کارگاه خاطره، کارگاه عبداللطیف کاکر و انستیتوت بهزاد فعالیت دارد. اما اوج شهرت این هنر که قدمت 5000 ساله دارد به زمان غزنویان و تیموریان هرات برمیگردد. با آنکه مسیر این هنر جزئی است و ناامیدی برای هنرمندان پیامدی ندارد، با آن هم خاطر امید تنها بانوی حکاک در هرات به این باور است که میتواند این هنر را زنده نگه دارد. وی از بی‌توجهی مسئولان در حفظ این هنر رنج میبرد.